و باز عزیزان سلام، دوباره مزاحمتون شدم. ببینین خسته نباشین. ببینین ما طرای زیادی تو نمایشگاه پیاده کردیم. این طرایی است که قبلا دوستان و همکاران یک مقدار روشون کار کرده بودم و باز ما اونا رو کاملترشون کردم. عرضم حضورتون، فقط خواستم فضای نمایشگاه رو ببینین. ما اینجا طرای زیادی داریم، حتی روی عقاقی ها که اونا رو پرچین کردیم اگر دیده بشه از نمای دور. ببینین اینا رو ما به صورت کتابی در میاریم. ببینین کم کم دیگه اینا خزونشون شروع شده، داره برگشتشون میریزه. اون طرای زیادی داریم توی نمایشگاه. عرضم به حضورتون اینا رو بعد کم کم من هر کدوم که به هرسشون باز دوباره برای هرسشون برسم براتون توضیح میدم و بهتون نشونشون میدم که چه طرای زیبایی است. مخصوصا این لاک پشتمون. ببینین این لاک پشت بزرگمون بزنیم برم جلوتر که ببینین این لاک پشت رو از این برم ببینید، بیام تو صورتش قشنگ واضح تر. دوربین ببخشید که این دوربین من کیفیتش خیلی پایینه، اما بازم بخوام براتون شکلش نشون بدم. ببینید سر لاک پشت و اینم تنه لاک پشت که اگر قشنگ واضح ببینید بنده از این زیر این به قشنگ به اندازه یک اتاق 12 متری این زیر این لاک پشت خالیه. من خالی کردم زیر این. بعد از این دوربین میتونم دوباره براتون دوربین رو برگردونم و براتون فیلم بگیرم که قشنگ ببینین. فعلا با اجازهتون میبوسمتون.